یه آقایی هست به نام ارل نایتینگل. این یه گفته خیلی معروفی داره. میگه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر وقتها بهش فکر میکنید. انسان به هر چیزی که آگاهانه فکر کنه، تجسم کنه یا به صورت ناآگاهانه و با ادامه دادن بهش تبدیل میشه. یک بار با یکی از نزدیکانم صحبت میکردم. این از تجربیاتش بهم میگفت. خب از این که در خودش چند شخصیت رو داره. این خانم چون کودکی خیلی سختی داشت، به خاطر اینکه از اون رنج و ناراحتی فرار کنه، خودش رو در خلوتش یک آقای خیلی قوی و قدرتمند میدید. پدر این خانم عاشق فرزند پسر بود، اما فرزند پسری نداشت. میخواست خودش رو در نزد پدر عزیز نشون بده. به خاطر همین در تجسم کردنش خودش رو یه پسر قوی میدید، یه پسری که میتونه کارهای خیلی بزرگی انجام بده و باعث افتخار پدرش باشه. برام تعریف میکرد یک بار با یه پسری دعوا کرده بود. این دعوا که شدید شده بود، من حالت بدنم تغییر کرد، صدای من تغییر کرد، انرژی من تغییر کرد. از اون انرژی زنانه خودش خارج شده بود و مثل یک پسر قوی ضمیر ناخودآگاهش اینو نشون داده بود. این خانم بدون اینکه از قدرت ضمیر ناخودآگاهش باخبر باشه، خودش رو یک پادشاه میدید. چون ضمیر ناخودآگاه انسان شوخی سرش نیست، هر چیزی که بهش بدیم قبول میکنه. این خانم در خلوت خودش رو یه پادشاه میدید و وقتی که از اون تجسم کردن خارج میشد، رفتارش با آدم ها عادی نبود. یعنی همه رو به شکل رعیت و نوکر و اینطوری میدید. با این آقا پسر که دعوای شدیدی کرده بودن، یهو برگشت به این آقا گفته بود اصلا میدونی من کیم؟ خانم گفته بود اصلا میدونی من کیم؟ اونم گفته بود تو کی هستی؟ خانم گفته بود من پادشاه تو هم. این پسر تو اون دعوای شدید خندش گرفته بود. خب هر کسی بگه من پادشاه تو هم خندش میگیره. بیشتر ما انسان ها شخصیت های مختلفی رو در خودمون داریم و در زمان های مناسب اونو بروز میدیم. یعنی یک نفر کافیه یه دونه بشکن بزنه براش ممکنه شخصیت یک انسان عصبی بودن رو در خودش به وجود بیاره، یا یه نفر شخصیت یک انسان دلسوز، یا خیلی از آدما طنز پردازن. خیلی از آدما میتونن واقعا مثل یک بازیگر حرفه‌ای بازی کنن. اینا همه شخصیت هایی هستش که انسان در خودش داره. توجه انسان هر چیزی که باشه برای ضمیر ناخودآگاهش واقعی هستش و اجرا میشه. بیشتر انسان ها کتاب نمیخونن یا اصلا از این مطالب آگاه نیستن، اما به صورت ناخودآگاه نقش انسان‌های موفق رو بازی میکنن. نقش کسی که یک کارخونه داره، نقش کسی که پول زیادی رو داره، نقش کسی که یک بازیگر معروفه، یک فوتبالیست معروفه و بهش تبدیل میشه. بازیگر نقش روز در فیلم تایتانیک وقتی برنده جایزه اسکار شد، میگفت وقتی من سنم کم بود تو همون بودم، اون شامپو که تو دستم بود من میگفتم این جایزه اسکاره، یعنی من برنده شدم. یعنی از اون سن کم خودش رو یه بازیگر بزرگ میدید و چون برای ضمیر ناخودآگاه چیزی به نام شوخی نیست، بهش تبدیل شده بود و جایزش هم گرفت. در این زندگی شما به هر چیزی که دلتون میخواد میتونید تبدیل بشید و چون عالم هستی بازتاب خود انسان هستش، خب آینه هستش، انسان به هر چیزی که توجه کنه و ادامه بده بهش تبدیل میشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، برام کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید.